سلام، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. امروز قراره که با هم دیگه کتاب اسب سیاه رو بخونیم. نویسنده، ناشر، مترجم و یه خلاصه کوتاهی از کتاب رو توی بخش دیسکریپشن براتون میذارم. امیدوارم که از شنیدن کتاب خیلی لذت ببرید. حرف اول، ما برابر آفریده شدن انسان‌ها و اعطای برخی حقوق انکارناپذیر از سوی پروردگار را جزو حقایق بدیهی میپنداریم. از جمله این حقوق حق زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی است. پیشگفتار، قالب شکنی. البته که پشت همه اینها یک اندیشه چنان ساده و زیبا و فریبنده است که وقتی پس از 10 دهه، 100 یا 1000 عیان می شود و درکش می کنیم، با خودمان می گوییم مگر می شد جز این باشد. همه غافلگیر شدند. در سال 2005 جنی مک‌کورمیک با استفاده از تلسکوپ 25 سانتی متری رصدخانه فارم کاو در اوکلند نیوزلند توانست سیاره ناشناخته را در منظومه کشف کند که 15,000 سال نوری با زمین فاصله داشت. جنی چند سال بعدتر باز هم مایه شگفتی همه شد، چون یک سیاره که تازه کشف کرد و روی حساب وطن پرستی اسمش رو هم گذاشت نیوزلند. از آن به بعد هم چیزی حدود 20 مقاله علمی را با همکاری دیگران نوشته که در مجلات دانشگاهی و از جمله نشریه معتبر ساینس منتشر شده و کار او به جای رسیده که گیتس مکفادن، بازیگر مجموعه تلویزیونی پیشتازان فضا، وقتی او را در نمایشگاه قصه های علمی تخیلی دید از او امضا گرفت. اینها به کنار، شاید مهمترین دستاورد جنی همانی باشد که کمتر کسی می‌داند. او یکی از مهمترین ستاره شناسان امروز دنیاست، بدون تحصیلات دانشگاهی. راستش را بخواهید حتی دبیرستان رو هم تمام نکرده. سایه پدر بر سرش نبوده و در شهر کوچک وانگانویی بزرگ شده و خودش میگوید اصلا مدرسه جای من نبود. کلی شر و شور بودم و هیچ از سر و وضعم خوشم نمی اومد. آدم لجبازی بودم و مادرم هم جلو دارم نبود. فقط دلم میخواستم مدرسه بزنم بیرون. سر 15 سالگی مدرسه رو رها کرد و توی یک استبل نظافتچی شد. این کم بود. تازه مادرش هم رو رها کرد و دیگر تنها شد. درمانده کوشید از دبیرستان مدرک معادل بگیرد و امتحانات را بگذراند که در این هم ناکام ماند. به 21 سالگی که رسید خودش یک بچه داشت که او رو هم بعد دست خالی و تنها بزرگ میکرد و توی یک فسفودی بزرگ مشغول کار شد و دست کم از بابت خورد و خوراک پسرکش خیالش راحت شد. در یک کلام هیچ آینده ای نداشت تا زمانی که نقطه عطف زندگیش فرا رسید. 20 و چند ساله بود که یک شب به دیدار یکی از خویشاوندانش رفت که خانهشان دور از شهر و در کوه پایه یک آتشفشان خاموش قرار داشت. همانجا یکی از همان خویشاوندان یک دوربین شکاری 2 چشمی داد دستش و گفت نگاهی به آسمان بیاندازد. دور از شهر بودم و خبری هم از نورهای مزاحم نبود و راه شیری با همه جلوه‌اش در آسمان نورافشانی می‌کرد. جنی گفته هنوز هم خاطرش برام زنده است. خوابیده بودم روی چمن نم خورده و دوربین به چشم آسمون رو میپاییدم. وای خدا، اون همه ستاره محشر بود. زبونم بند اومد. هیچی از ستاره ها نمیدونستم. ولی حالا دیگه دلم میخواست بدونم. این لحظه معنادار او را واداشت دست به کار مطالعه در مورد ستارگان شود. البته که از علوم سررشته‌ای نداشت، ولی با پشتکار فراوان و شکیبایی خودآموزی کرد و پا در راه مطالعه آسمان با تلسکوپ‌های بزرگتر گذاشت. 11 سال بعد و در پی مطالعه و خودآموزی در این عرصه در 1999 توی گلخانه خودش با استفاده از خرت و پرت و وسایل دورانداختنی یک رصدخانه کوچک گنبدی برپا کرد. 5 سال
بعد از این که رصدخانه خودش به اسم فارم کاو را توی حیاط پشتی راه انداخت، توانست سیاره‌ای را کشف کند که 3 برابر مشتری بود. از زمان ویلیام هرشل که در سال 1781 اورانوس را پیدا کرده بود، دیگر هیچ ستاره شناس آماتوری نتوانسته بود کره‌ای را کشف کند و این نکته نام جنی را در کنار هرشل قرار داد. فرد دیگری به نام آلن رولو هم داریم که همین جوری دهان همه را از شگفتی باز گذاشته و مجله تاون اند کانتی نام او را به عنوان یکی از مهمترین خیاط‌های کشور ثبت کرده. خیاط چیره دستی که همه برندهای مهم لباس برای همکاری با او سر و دست می‌شکنند و لباسهایش زیبنده تن مدیران رده بالا، آدم‌های مشهور و ورزشکاران حرفه‌ای است. بوتیک او با نام آلن رولو کوتور در یکی از مجلل‌ترین محله‌های بوستون است و پذیرای برندهای مهمی چون تاج، ریتز کارلتون، فور سینز، ماندارین اورینتال و غیره. به او لقب استاد پارچه را دادند. پارچه‌های کشمیر پیاچنزا، دراگوسوپر 180 و لوروپیانه 200 زیر دستش بدل به خلاقانه ترین البسه شده. سبک کاری او ملغمه ای است. از محاسبات ریاضی دقیق، دانش عمیق از جنس و کیفیت پارچه و از همه مهمتر درک درست از آدم‌ها و مشتریان. خودش میگوید باید شخصیت آدم‌ها، سن و سالشان، رنگ پوست، شغل، شیوه زندگی و خواسته هاشون رو در نظر بگیری. اینکه بفهمی کی هستن کافی نیست. باید حواست باشه که اینها دلشون میخواد کی باشن. در برخورد آنقدر ساده و بیالایش است که همه با او گرم میگیرن و خودشان را بروز میدهند. حتی آدم‌های مشکل پسند و مبادی آداب هم پیش او راحتند. لابد خیال کرده اید این آدم هم در رسیدن به چنین جایگاهی راه درازی را رفته و همه زندگیش را وقف همین کار کرده. البته که در آمریکا بیشتر خیاط‌ها و طراحان مد از خانواده‌هایی برخاستند نسلاً در نسل کارشان همین بوده، یا از اروپا آمدن که خیاط‌ها معمولاً از همان کودکی توی این کار بودند. ولی این در مورد آلن درست از آب در نیامده. او در خانواده با 6 بچه قد و نیم قد در لئومینستر که یک شهر پرت در ایالت ماساچوست بزرگ شده است. وقتی دبیرستان را تمام کرد به دانشگاه جنوب شرقی ماساچوست که اگرچه هزینه زیادی نداشت، نظر به اینکه خانواده‌اش پر جمعیت بود، والدینش به ذات تامین هزینه‌هایش را به همین خاطر آلن مجبور شد جاهای مختلفی کارهای نیمه وقت بگیرد و روزها را در دانشگاه باشد، عصرها را در پمپ بنزین و شبها را روی کامیون کار کند. باز هم نمی‌شد و این همه کار او را از درس خواندن می‌انداخت. به امید اینکه روزی پول درس خواندن را داشته باشد از دانشگاه بیرون آمد و توی یک میخانه مشغول کار شد و شروع کرد به فروختن نوشیدنی ارزان به دانشجوهای بی پول و کارگرهای خسته. هیچ چشماندازی هم پیش رویش نبود. ولی هرچه این آدم بیچیز و گمنام بود، شم اقتصادی فوق‌العاده و شناخت عمیقی از خلق و خوی آدم‌ها داشت. زد و صاحب میخانه تصمیم گرفت آنجا را بفروشد و آلن که تازه 20 سالش شده بود به این بخت چنگی زد و بانکی پیدا کرد و مدیرانش را هم قانع کرد که میتواند میخانه را بهتر از صاحب قبلی بچرخاند. بانک به او اعتماد کرد و وام را داد و او هم میخانه را خرید و جواب اعتماد مدیران بانک را در کوتاه‌ترین زمان داد. مشتریانش یکباره زیاد شدند و در اندک زمانی بدهیش را با بانک صاف کرد. ولی این پایان راه آلن نبود. در گام بعدی همه ساختمانی را که میخانه بخشی از آن بود خرید و جای آن یک شرکت املاک را انداخت. بعد آپارتمانی 4 طبقه خرید و بعدترش ساختمانی دیگر و این یکی را تبدیل به رستوران کرد. بعد یک میخانه دیگر و بعد هم باشگاه تنیس. سر 28 سالگی از آن بچه‌ای که برای تامین پول دانشگاه شبکاری می‌کرد، بعد شده بود به مالک یک امپراتوری اقتصادی در شهر کوچک خودشان.
انگار همه چیز داشت، ولی هنوز حس میکرد یک چیزی کم دارد. چند سال بعد یک روز صبح که ایستاده بود جلوی آینه به خودش گفت این من نیستم. من بیشتر از اینها. همه کسب و کارش را فروخت و رفت به بوستون و همه را شگفت زده کرد. دست به کاری هم زد که هیچ کس فکرش را نمی کرد. دوختن لباس مردانه. دگرگونی بزرگی بود، ولی همه جان و دل آنل همین را میخواست و خودش را وقف آموختن ترفندها و ریزکاری های این کار کرد. سر سال دوم هم اولین جایزه ملی لباس خودش را گرفت. کار به همینجا ختم نشد و در اندک زمانی بوتیک او در برابر همه طراحان مد و لباس آمریکا قد علم کرد و برایشان بدل به رقیب جدی شد. کاری که جنی و آلن پیمودند قالب‌های ذهنی معمول ما را در مورد راه‌های رسیدن به موفقیت در هم می‌شکند. برای اینکه به ستاره شناس سرشناس بدل شوید، راه معمول این است که در رشته مرتبط دکترا بگیرید و توی یک دانشگاه حسابی فوق دکترا هم تمام کنید و بعد تازه بیافتید به تدریس، نه اینکه در 21 سالگی بچه بیاورید و توی حیاط خانه تلسکوپ علم کنید. راه طراح لباس شدن این است که از جوانی دنبال کار بیافتید و آهسته و پیوسته همه چم و خم کار را یاد بگیرید، نه اینکه از وسط یک کار دیگر یک دفعه میانبر بزنید و بپرید وسط. جنی و آلن انگار از ناکجا آمده بودند، جوری که در کارهایشان درخشیدند که سابقه نداشت و امضای خودشان را پای کار گذاشتند. اینجور برندها که ناگهان از ناکجا پیدا میشوند یک تعریف مشخص و یک عبارت دقیق دارند. به اینجور آدم ها میگویند اسب سیاه.